مردمی زندان زباناک نشست میگن، یعنی تا آخری مهلت نشست، نه عوف شد و نه مثلا ادمنستریتکا میگن از سه یکش میبرن. بعضی جنایت های سبک دزدی و این خیلی جنایت های مثلا دینی باشد نمیبرن، عوف نیست، این خیلی جنایت های سبک حساب میشد. حالا که این دزدی در شریعت دستش بریده میشد، دویم دفع گناه کند پاش بریده میشد، پای چپش. لیکن در بعض قانون های بشریت این گناهی سبک است. 20 بار زندان شده از به دزدی، با عوف کردن میگیرن، با میبرد، با دزدی میکند. حتی بعضی نمازخوانهاش در زندان توبه کرده بودن، با نمازخوانها دوستی کردن، توبه کردن. نمازخوان یک دینداری خوب شده بودن، بر آمدن 3 ماه 4 ماه تا 1 سال در بازار عربه کشی کردن، گفتن این نشد، گفتن با دزدی شروع کردن، با به زندان آمدن گشتن. خلاصه برای چی آنها توبه نمی کنند و برای چی مثلا از این عمل باز نمیستن؟ برای آنکه این یگانه چیزی که پیش راه میگیرد شریعت است. این دسته که مالی مردمه که مردم به عرق جبین 12 ساعت 20 ساعت شاید مهنت کرده جمع میکنه، این دسته که مالی آنها رو میدوزد سزاوار است که این بریده شود. دویم مراتب دوزی کند، پایی که قدم گذاشته به خانه مردم میرد، مالی مردم میداد، باید بریده شود. در این صورت ما مالی مردم احترام کردیم، مهنتی مردم احترام کردیم. ما اینجا ظلم نیست، بلکه و آزاد گذاشتن ظلم است. تا 20 مراتب زندان شده بودن، می آمدن. برای چی؟ برای اینکه این باید موافق شریعت جزا داده شود.